دزدگیر برای مواردی هستش که در رو باز و بسته می‌خوای بکنی و اینکه در وقتی باز میشه آژیر بزنه و این هشدار رو به راننده بده که ماشین مورد سرقت قرار گرفته. توی دزدگیرهای ساده این مورد فقط با آژیر نمایش داده میشه و توی دزدگیرهای تصویری روی ریموت هم علامت باز شدن در نشون داده میشه. مشکلی که دزدگیر داره اینه که برای دزدهایی که یه مقدار حرفه‌ای‌ترن از کار انداختنش و پیدا کردنش با توجه به اینکه جاش مشخصه خیلی راحته و خیلی راحت با سوکتو درآوردن و یا قطع کردن دزدگیر رو از کار میندازن. مورد بعدی ردیاب هستش که ما راجع به اینم توضیح میدیم که این برای مواردی استفاده میشه که ماشین سرقت شده یا میخوای ردیابی بکنی ببینی کجا یا میخوای شنود بکنی و باز همین مهمه که کجا نصب میشه، به چه شکلی نصب میشه. هم میتونیم پشت سوئیچ نصب بکنیم و سوئیچ و برق اصلی ماشین رو قطع بکنه، هم میتونه سر راه کوئل قرار بگیره و برق رو قطع بکنه و همین که سر راه پمپ بنزین قرار بگیره و بنزین خودرو رو قطع بکنه. امنیت این خیلی بالاتر از دزدگیره، قابل ردیابیه، قابل اینه که خاموش کردن ماشین رو انجام بده از راه دور با تلفن همراه. مورد بعدی سوئیچ مخفی هستش که این هم با توجه جایی که قرار گیری انجام میشه میتونه کارایی داشته باشه. زمانی که شما باز رو بزنی ماشین روشن میشه و زمانی که بسته باشه به هیچ عنوان ماشین روشن نخواهد شد. اینکه کجا قرار بگیره و به چه شکلی جاسازی بشه تو ماشین که برای سارق قابل پیدا کردن نباشه که بخواد کارش بندازه میتونه امنیت ماشین رو زیاد بکنه. این سه موردی هستش که وجود داره. ما میتونیم درصد بندی بکنیم بگیم دزدگیر میتونه تا 20% مانع این بشه که سارق نزدیک ماشین بشه. سوئیچ مخفی میتونه تا 50-60% ایمنی ماشین رو بیشتر بکنه و سارق وقت نذاره برای اینکه خود بخواد پیدا بکنه کجا نصب بده. و ردیاب میتونه تا 60-70% این موارد رو تقویت بکنه که خودتون مورد سرقت قرار نگیره. اگر همه اینا با هم نصب بشه که خب صرفا درصد امنیت خودتون خیلی میره بالاتر. ولی در کنار اینها هم شما میتونید از قفل‌های ضد سرقت، قفل کاپوت، قفل کامپیوتر، تعویض قفل درپا، ایمن‌سازی صندوق، قفل رینگ و موارد این چنینی استفاده بکنید که همش توی مجموعه ما انجام میشه.